دو نوع اصلی دیابت وجود داره: دیابت نوع 1 و دیابت نوع 2 که هر دو به یک اندازه جدی هستند. انواع نادرتری از دیابت هم وجود داره که ویژگی مشترک همه اینها افزایش قند خون هستش. همه ما به مقداری گلوکوز نیاز داریم. گلوکوز منبع انرژی بدن ما رو تامین میکنه. بدن ما کربوهیدرات‌های دریافتی رو به گلوکوز تبدیل کرده و در جریان خون آزاد میکنه. ما همچنین به هورمونی به نام انسولین نیاز داریم. این هورمون توسط پانکراس یا لوزالمعده ساخته میشه و کاری میکنه تا گلوکوز موجود در خون وارد سلول‌های ما بشه و سوخت بدن ما رو تامین کنه. اگر شما مبتلا به دیابت نباشید، پانکراس مقدار مناسبی از انسولین رو ترشح میکنه. اما اگر مبتلا به دیابت باشید، این فرایند به درستی کار نمیکنه. در دیابت نوع 1 پانکراس اصلاً نمیتونه انسولینی تولید کنه و در دیابت نوع 2 شرایط تا حدودی متفاوته. انسولینی که بدن تولید میکنه یا اثرگذاری لازم را نداره و یا اینکه بدن توانایی تولید میزان کافی از انسولین رو از دست میده. در هر دو نوع دیابت تجمع گلوکوز در خون مشکلات مختلفی رو برای بدن به وجود میاره. افزایش قند خون منجر به ایجاد علائم دیابت مثل تکرار ادرار، تشنگی شدید و احساس خستگی مداوم میشه و همچنین ممکنه باعث کاهش وزن، عفونت‌های مختلف و تأخیر در ترمیم زخم‌ها بشه. سطح بالای قند خون همچنین در طولانی مدت میتونه به طور جدی به قلب، چشم‌ها، پاها و کلیه‌ها آسیب برسونه. این مشکلات به عنوان عوارض دیابت شناخته میشن، اما در صورتی که درمانهای لازم و مراقبت‌های صحیح انجام بشه، افراد میتونن زندگی سالمی داشته باشن و احتمال بسیار کمتری وجود داره که این عوارض رو تجربه کنن.